نام چو جاوید شد. مؤلف سلیم ایوبزاد. این راهی است که چند سال پیش دریای قریب 30,000 نفره آدمی احمد ظاهر را روی دست به منزل آخرینش برده بود و حالا آن براست خم خورده به تنه کوه چسبیده ما را به مزار او میبرد. منطقه شهدای کابل، قبرستان جابل نثار که از کهن‌ترین و کلانترین مزارستان‌های کابل است، زمین سخت و سنگلاخ دارد. سنگ‌های کوچک و بزرگ، صخره و شخپاره‌ها جگری و قهوه‌رنگ بوده، جا جا درخت‌های لخت و عریان به چشم می‌خورند. و جز خانقاه خورد و دورتر یک مسجد در اطراف دیگر بینایی نیست. از دروازه گورستان تا قبر او یگان 2.5 کیلومتر راه است. سنگ‌های کتیبه‌دار خرد و کلان و رنگارنگ که یکی حاطه فلوزی، دیگری گنبد و مناره و در نوک آنها هلال زرین دارند، هر سو پریشان افتادند. ره به آنها نگاه می‌کردم و تخمین می‌زدم که در زیر کدامینش آن آوازخوان ساحر به خواب ابد رفته است. موی سفیدی که ما را پیشواز می‌گیرد حاجی یوسف تیوبی نام دارد و نگهبان قبرستان است. و بعد اندک این طور حکایه می‌کند: آن روز گویا محشر رسیده بود. ببینید از مزارش تا دروازه چقدر راه است. طول این راه پر از مردم بود. این میدانچه فاصله بین قبرها جای سوزن پرتویی نداشت. مردمی به حساب آب دیده خود را نگاه داشتند، نمی‌توانستند. ناخواست کدام از دوستان محروم که با خود تیپ یعنی مگنیتوفون آورده بوده است آواز او را سر داد. ما این رقم عادت نداریم صاحب. این خلاف رسوم دفن بود، اما کسی مجال اعتراض نکرد، بلکه ایشان را گریاند. در گوشه چپ حوطه پستک سنگدیوار 3 قبر به چشم می‌خورد. یکی از این گورها در میان جای مقبره 4 گوشه است و از 4 سمت قبر 4 ستون حمایل و فرو خمیده بالا رفته. در بلندی 2 قد آدم به هم رسیده است. در نقطه پیوند خود ستونهای سپید یک دایره خردی تشکیل داده، پس باز به 4 سمت میل کردند. در پایه هر ستون از روی مرمر قبر پارچه های از سرودهایش حکاکی شدند. از دایره خردکک یک پارچه آسمان کبود نمودار است، آسمانی تنگ. گویا شکوه دوستان احمد ظاهر است از آسمانی تنگ و نظرهای تنگ که این هنرمند اصیل را نابهنگام در این خاک سر انداختند. روی مرمری تیرفام 2 تاریخ حق شده: 14 جوزای سال 1325 و 14 جوزای سال 1358، یعنی 4 ایون سال 1947 و 4 ایون سال 1980. در سنه اول در خانواده یک مرد لغمانی، یعنی لغمان ولایت است در شمال شرق افغانستان، طفلی به دنیا آمد که زندگی پرشور و عجیب انتظارش بود. در تاریخ دوم هنرمند بزرگی که هنوز یک تار مویش هم سفید نشده بود در زادروز خود از عالم چشم پوشید. 33 سال عمر زیادی نیست و دوره است که نه هر ایجادکار با اوج هنر و استعداد خود میرسد. آواز او را زمانی در گلویش فشرده و خاموش نمودند که هر روزش قدمی به پیش، هر روزش نوای نو و هر روزش بازیافتی تازه بود. مثل آن که نهال شکوفان را به بهاران از ریشه بریدند. دوستان احمد ظاهر در مرمر قبر او پارچه های از ترانه‌هایش را حق نمودند: هرگز کسی بروز من ناتوان مباد، مانند من فسرده دلی در جهان مباد. هر کس که ناله های دلم را شنید گفت، مرغ شکسته بال و جدا ز آشیان مباد. شادی کنید ای دوستان، من شادم و آسوده ام، بوی جوانی بشنوید از پیکری فرسوده ام. مصرع‌های زیر باشند بر حق حال و وضع دوستان و دوستداران هنر والای او را تصویر می کنند.
لاله خون دل نوشد نسترن کفن پوشد، سخت ماتم انگیز است سیر بوستان بی تو. شیشه ها همه خالی سازها همه خاموش، بی نمک بود امشب بزم عاشقان بی تو. میخوانم و آواز او را میشنوم. آیا همین بیت ها را کسی دیگر میتوانست به این صمیمیت و دلنشینی، به این حسرت و درد بسراید؟ لیسه حبیبیه حالا عین تعطیل است و صحن و سینخانه های این مکتبی مشهور خالی است. هنوز سالهای اینجا خواندنش احمد با نام بلبل حبیبیه، ستاره حبیبیه مشهور شده بود. اولین سرودهای احمد ظاهر گر کنی یک نظاره می زیبد، ای گل ایزار من درختی یاس، ای جان من اسیرت پروین من دریا، در تالار همین لیسه صدا دادند. از اینجا مثل پرستوهای نوبهار به 4 سوی کشور بالغ شدند. توجه موسیقیداران و علاقمندان ساز و آواز را به احمد نوخط کشیدند. واقعا این ترانه ها حالا خیلی کم یافت شدند و دوستان کابلی هم نخستین نوار آوازی احمد را بعد سراغ های زیادی دسترس نمودند. از همین چکامه های شاگردانه می توان دریافت که احمد ظاهر از قدم نخستین در جاده هنر نمیخواست شبیه 10 آوازخوان روزگارش شود. متن سرودهای او همان غزلهای کهن بود، ولی صوت و روحی تازه داشت و از زحمت مصنف در آفریدن موسیقی نو درک می دادند. سازمان موسیقی نو پیوند موسیقی غرب و شرق کاری نهایت دشوار بود و طبیعی است که سرودهای اولین او در این سبک کمبودی و ناروانی ها داشتند. گاها اسلوب غربی بر شرقی چیره می شد، بعضی عنصرهای آن بر متن موسیقی شرقی طور صنعی حمل می گشت، ولی وی که طبع نهایت نازک موسیقی داشت این گونه نواقص را زود برکنار می کرد. احمد ظاهر میخواست با موسیقی نو روح شکسته و مرده خواب ملت را بیدار کند، مردم و خاصه جوانان را از حلقه فشارنده زندگی وزنین، از یأس و نومید بیرون کشد. ولی موسیقی نو نمیتوانست خود به خود در جای خالی به میان آید. برای این ضرور بود که صوت‌های خونگرمانه استرادی غرب با نفاست و دلرسی و دلفشاری موسیقی شرق، آن موسیقی که از باربد خونیاگر ابتدا میگیرد، آمیزش یابند. هرچند که احمد ظاهر از بهترین دانندگان موسیقی کلاسیکی شرق، موسیقی مردم تاجیک و پشتونهای افغانستان بود، در هندوستان تحصیل هنری کرده موسیقی هند را خوب آموخته است. نوجویی های احمد ظاهر اکثرا از طبیعت انسانی او که شخص شوریده دل و عاشق بود سرچشمه می گرفتند. شور و قیام او به وسیله سرود و نواهایش از دلش بیرون آمده به دلهای دیگر می نشست. محض شور باطنی آن جوهر است که زیر امواج صوتهای احمد ظاهر نخفته است. اضافه از این احمد ظاهر طوری که نزدیکان و همکارانش می گویند مهنتکش هنر بود و سرودی را تا به نقطه عالیش نرساند نزد مردم حتی در محفل دوستان نمی خواند. خود او درباره آهنگهایش این طور گفته است: من به مسئله ابداع، ابتکار و نوآوری ارزش میگذارم. نمیخواهم آهنگهایم شبیه هم باشند. دوست ندارم با کهنه بسازم و همیشه برای بافتن تازه های دیگر روانم. طی جستجو و مشقهای پیاپی احمد ظاهر برای متن تأثیر بخش که نیز پس از پژوهشات زیادی پیدا کرده است، آهنگ عمیق و دقیق و وسعت‌دار می آفرید که بهترین صوت آن متن بوده هیچ کدام آهنگ دیگری نمی تواند آن را عوض نماید. در اینجا البته آواز خوش او که قادر بود بدون متن حال و وضع را تصویر کند رول کلان می بازید. نزاکت‌های آواز وی بجز از اینکه در سرود یک روحیه مستقل و آشکار را به وجود می آورند، در معنی شعر نیز می افزایند، آن را تقویت می دهند. از آن روزی که احمد ظاهر همچون بلبل حبیبیه نام برآورد تا روزی که به صف آوازخوانان بهترین کشور داخل شد وقتی زیادی نگذشت. آهسته آهسته شهرت آوازخوانی او تمام افغانستان را فرا گرفت.
و به کشورهای همسایه ایران و پاکستان نیز عبور کرد. نوارهای نو به نوی وی در بین یک دو روز در کابل و گرد و اطراف کمیاب می شدند. هر روز آواز وی از رادیوی کشور پخش می گشت. چندی نگذشته سندشناسان و هواداران ساز و آواز احمد ظاهر را به حیث آوازخوان بهترین سال شناختند. از همان سال 1971 تا مرگ نابهنگامش احمد ظاهر هر سال این عنوان فاخره را به دست می آورد. سرودی که او می خواند دفعتا ترانه روز می شد. در کابل و دیگر شهر و ولایت سیله جوانان و دخترانی پیدا شده بودند که او را پرستش می کردند. از هیچ یک هنرنماییش دیر و دور نمی ماندند. به صحنه آمدن او را با فیغان و کفکوبی پیشواز می گرفتند. در کوچه و پس کوچه راه وی را می پاییدند، هرچند او همه این را دوست نمی داشت. او دوست نمی داشت وقتی که هنرنماییش هواداران پایکوبان فریاد زنند، هشته کشند و پیش از آغاز نمایش این را به تکرار یا درس می کرد. احمد ظاهر نمی خواست که زمره با استفاده از نام او و نام آوازخوانان دیگر اختلاف های قوم و نژادی را وسعت دهند. این ضدیت های ملت پرستانه او را سخت به تنگ می آورد، عصبانی می ساخت. احمد ظاهر می گفت اعتبار و شهرت شعرا و ادبا و هنرمندان اصیل باید ملت را وحدت و یکپارگی بخشد، نه جدایی و اختلاف. در بین آوازخوانان افغانستان پیدا شدن هنرمندی به مثل احمد ظاهر تکانی بود، نه تنها در عرصه هنری مملکت بلکه در زندگی همه روزه مردم نیز. سرودهای وی گویا به تن کشور روحی تازه دمیده بودند. یکی از هماوردان احمد ظاهر، شاعر و خبرنگار معروف قیام، از گفته های او چنین اقتباس آورده است: اگر هنرمند بتواند به مزرعه احساس مردم جایگزیند، اگر بتواند برای مردم، برای غمهای مردم بخواند و شکوفه لبخند را روی لبان هرگز خنده ندیده مردم جای دهد، اگر هنرمند مردم را دوست بدارد و آوازش را برای آنها سر دهد، چنین هنرمند هرگز مرگ ندارد. آوازخوان نامور از بین هواداران خیش آدمانی را می جست که اصالت هنری او را خوب بفهمند و از ته دل دوست دارند، و دردهای وی شریک باشند، اندیشه های او را خود او را بشناسند. وی به مخلصان حقیقی خود خیلی دوستانه مناسبت میکرد. یکی از آنها رهنورد زریاب، حالا نویسنده شناخته افغانستان، سرمحرر مجله ادبی سباوون، آغاز شناسایی خود را با احمد ظاهر این خیلی قصه میکند: در تالار اینترکانتیننتال شب هنری احمد ظاهر بود و من و یک رفیقم نتوانستیم گذرنامه یعنی بلیت به دست آوریم. مجبور نزد خودش رفتیم. وی ما را خوش قبول کرد. چندی صحبت کردیم. هینی پدرود اسم شب را گفت: سیب سرخ. بیگاهی وقتی به دربان سیب سرخ گفتیم، ما را با پذیرایی گرم داخل بردند و نشستگاه بهترین نشاندند. نمایش شروع شد. در نیمه های آن پیش خدمت خوردنی های لذیذ و مختلف روی لعلی ها به ما و دیگر یار و رفیقان آورد. بعد چند روز شنیدیم که احمد ظاهر از رستوران اینترکانتیننتال مبلغ کلان قرضدار شده است. یعنی درآمد آن شب از کنسرت خرج او را نپوشانده است. میخندد. احمد ظاهر آنچه که گفت خود صادقانه همان میکرد. وی نقاب و نقابداران را نمیپذیرفت، هرچند از این طایفه در اطراف او زیاد بود. وی میدونست که محبوبیتش میان مردم بسیار کسان را ناراحت میکند. با وجود این که احمد ظاهر همه ساله عنوان فخری آوازخوان بهترین سال را نائل میگشت و مهر او در دل میلیون ها دوستداران ساز و آواز جای گرفته بود، غرور، دودخواهی هرگز در وجودش راه نیافت. و همسالان و همصنفان و دوستداران او این را تصدیق میکنند که در نهاد آوازخوان مشهور همان نوجوانی ساده دل و شوخ و مهربان ماند که ماند. با همه شهرت خود او هرگز از مردم فاصله نگرفت و هیچگاه با دستن در کاران موسیقی رقابت سیاه نورزید. در صحبت خود او گفته است: در کار هنری رقابت سازنده است، اما به شرطی که این رقابت ها سالم باشند، نه حسادت آمیز. احمد ظاهر همیشه کوشش میکرد که ترانه هایش ادامه منطقی یکدیگر باشند و به طرز افکار و جهان بینیش اختلاف نورزند.
این بود که جمع چکامه های او یک چند آبرز عجیب و خاطر نشین را به میان آورده غایه های نزدیک و یگانه را تبلیغ می کنند. آبرزهایی که او با وسیله ناتکرار و صوت و لحن خود ساخته است، البته از غزلهای مولانا بلخ و سنایی، عطار و حافظ و سعدی و اشعار شاعران معاصر ایران و افغانستان، سیمین، فرخزاد، اعتصامی، رحیم معیری، سایه، رضا احمدی رضا، ضیا قالیزاده، خلیل الله خلیلی ابتدا می گیرد. در آمد گپ آوازخوان نامی به یک غزل میرزا ترسونزاده: با مطلعی تو را 100 بار گفتم که غلامت من همین کافی است، نیز آهنگ دلنشینی بسته بود. عشق یکی از موضوعهای اساسی ترانه‌های احمد ظاهر بود. سلسله سرودهای او سیما یک عاشق پاکباز و پاک نهاد و اکثرا ناکام را جان و زبان بخشیدند. عشق در تلقین احمد ظاهر دردی سنگین و کشنده است که مغز جان عاشق را می سوزاند، می فشارد. دردی که از ناله و فریاد و اشک ذره‌ای نمی کاهد، بلکه هرچی بیشتر قوی می گردد به شور می آید. در عکس سرودهای عاشقانه او صوتهای نفیسی نی و سیتار و سرنی که ناله عاشق ناامید و لا علاج را تصویر می کنند، با ضربهای تیز تبلک و سازهای ضربی که در نوبت خود هیجان و اضطراب عاشق و ناز و عتاب معشوقه را به یاد می آورند، آمیخته گشتند. این است که آهنگ ها نه تنها بار معنی می کشند، بلکه منظره های زنده را پیش نظر می آورند. در سرودهای او برحق چهره آهنگساز معجزه‌کار، آوازخوان ساحر و خوش صدا پدید می آید. حتی سخنهای عادی و ساده مثل هر جا که سفر کردم تو هم سفرم بودی، در آواز او و با صوتی که او میخواند اینقدر دلنشین، سوزان و جذاب صدا میدهند. او که شعر را خیلی خوب میفهمید، برای اوج سرود برحق شاه بیت غزل را انتخاب میکرد و اینقدر آهنگ تأثیر بخش میبست که اینقدر سحر و نزاکت به آن جای میکرد که حین شنیدن به دل هر سامع اثر میکند، همگونه انسان را به خود میکشد، هم نفس و هم درد خود میسازد. بسیار فرزندان ملت دیگر را دیدم که با یک شنیدن مفتون و لحن آواز احمد ظاهر می شدند و بدون ترجمه به معنی ترانه صرفا می رفتند. در حقیقت هنر اصیل و ترجمه و تبلیغ احتیاج ندارد. سیمای دیگری که محور سلسله چکامه های او را تشکیل می دهد، چهره، روزگار، وضع و حال روحی یک مرد تنها و سرگردان را به میان می آورد. این مرد درویشوار در جستجوی حقیقت زندگی برآمده است، ولی از این دنیای بی رحم و بی عدالت چیزی را فهمیده نمی تواند. در بعضی موارد این درویش ابرزی شخص ایجادکار است. کیستم من؟ یک نفر آواره بیچاره، وای من بیهوده ام در کارها، آه من افتاده چون بیمارها. میگویند که احمد ظاهر خود نیز گاه مشق شعر میکرده است، بعضی پارچه های خود را می سروده است و یکی از این چنین پارچه ها در مرمر سر قبرش حق شده است. در این اوراق سرد دو ترانه میماند، صدای عاشقی من عاشقانه میماند. جهان پور است ز آهنگ عاشقانه من، فقط صداست که اندر زمانه میماند. میگویند احمد ظاهر کتابخانه داشت عبارت از 8000 عنوان کتاب و دیوان و عادتی را همیشه رعایت میکرد که هفته یک روز از صبح تا شام در آن این کتاب ها غیب میزد و شام از آنجا با شعر تازه‌ای که متن سرودی آینده بود بیرون می آمد. این بار دیگر ثابت میکند که برای آوازخوان تنها ثروتی مادرزاد او یعنی آوازش کافی نیست. آواز اگر دارنده آن صاحب خرد نبود، سراینده بزرگ را به میان آورده نمیتواند. یکی از شریک درسان دارالفنونی احمد ظاهر، انور اصیل، حکایت میکند که آوازخوان نامی بعضا سری سرود ماها کار میکرد و آن غزل را تا جزئی ترین تشبیه و کنایه اش می آموخت و عمق معنی آن فرو می رفت. مدتها از هوای آن نفس می گرفت، عذاب آن نوش می کرد، در کوچه و پیراهش قدم می زد و تنها بعدی از این صوت و لحن برا می جست. نوایی می یافت که از مغز غزل بیرون آید و غزل نیز در مغز آهنگ غرق و محلول شود. در سالهای آخری حیات کوتاهش احمد ظاهر بیشتر متن‌های انتخاب می کرد که جنبه قوی اجتماعی داشتند. درد و علت جامعه را افشا می ساختند، از جمله
ای هموطن. کیستم من؟ میهن ای میهن، آزادی نی نواز. ناله به دل شد گیره، وای من بیهودم به غیره. این سرودها اکثرا لحن خطابی و دعوت کننده داشتند و برحق از آتش دل انسانی که از غم و دردهای ملت خود می سوزد علنگ زدند. بی چیز نبود که روزهای خونین انقلاب کوچه های کابل از این ترانه‌ها به لرزه آمده بود. سرود او زندگی آخر سرایت بر متن استاد لاهوتی گیمن شورشچیان شده بود. سالهای آخر احمد ظاهر بیش از همه به غزلهای پرشور شاعر ایران فرخ یزدی روی می آورد و می گوید که روز مرگش در روی میز کاری او غزل مشهور یزدی آه از این مملکت ملت آزاد نداشت را دیدند. هر سخن و حکمتی که او می سرود خود به آن پیروی می کرد. ترانه هایم با گرانی میسرم می شود و من نمی توانم یک چیز خوانم و دیگر چیز کنم. مثل عاشق سرودهایش عاشق، مثل وطن دوست خطابهایش وطن دوست، مثل آزادی پرستی ترانه‌هایش آزادی پرست بود. گاها از اندیشه دیروز و امروز خلق خود به تنگ می آمد و کنج تنهایی جسته کابل را به قصد پنجشیر و بامیان ترک می گفت. هفته های دراز را صرف سیر و گشت می کرد. اکنون درباره زندگی او نیکو بدی زیاده می گویند. بسیار حکایه ها بر روایت شباهت دارند و اساس واقعی آنها خیلی ضعیف است. در تفسیر مرگ بناوقت او نیز قصه های تردیدآمیز موجود است. اما یک چیز مسلم است که هنرمندی بزرگ با امر حفظ الله امین کثیف کشته شد. اینجا قبل از همه اختلاف های قومی و سیاسی علت اول بودند. امین در قطار احمد ظاهر صدها نفر پیشاهنگان علم و فرهنگ را یا به زندان یا به مرگ رانده بود و در اطراف این خونخوار شخصانی نیز سر قدرت بودند که پیت موافق را استفاده کرده از دشمنان شخصی خود رها می شدند. دقیق آن است که هنرمندی بزرگ قربان مکر نامردان شد. متاسفانه در کشور چنین ناکسی هم پیدا شد که دست به جان بیگناه افتخار ملت خود برداشت و با دل میلیون ها زخم سوزان دردناکی گشاد. ترانه های نادر ناسروده ماند، آرزوهای به خاک رفت. تنها یک آرزوی او بعد مرگش عملی گشت. نهایت او به تاجیکستان آمد. میدانست و میبالید که در اینجا نیز دوستش می‌دارند و هنرمند خود میشمارندش. امروز در خانه تاجیکان آواز او بلند میشود و دل صدها هزار هم زبان و هم خونان او تحت آهنگ‌های شوریده‌اش گم میزند. طوری که خودش میسرود: نام چو جاوید شد، مردنش آسان کجا؟